بلا و غم ها و شکنجه ها و محنت هایی که بر پیغمبران علیهم السلام آمد، بر اهل پیغمبران علیهم السلام آمد. حضرت ابوالبشر آدم علیه السلام شخصیت با خدا گپ میزد، شخصیتی که به یک روایت با گوشی سر سبحان الله الحمدلله الله اکبری ملائکه ها را میشنید طبق آیت قرآن. ذکر ملائکه های 7 آسمان را به یک روایت میشنید. پسرش پسر دیگرش قتل کرد، قابل حابیل قتل کرد. این مصیبت اندک این کار بازی است. در این مصیبت صبر کردن بگو، در این مصیبت طاقت فرسایی کردن بگو، در این مصیبت تکیه به سوی خدا، تکیه به سوی حضرت خداوند جل جلاله و قضا و قدر خداوند تسلیمات دادن بگو. کسی که با خدا سخن گفته، کسی که تسبیح ملائکه را با گوشی سر شنیده، کسی که سردفتر پیغمبران قرار گرفته، کسی که جسد و تربت مبارکه او را حضرت خداوند جل جلاله گفته این خمرت طینة آدم بیده، من خمیر بابای آدم، لای بابای آدم به دست خود شوریدم. همه مخلوق موجود از ید قدرت حضرت خداوند. این تشریف است، بزرگ داشت کردن نسل آدمی زاد و ابوالبشر آدم علیه السلام است. ملائکه را چنین نگفته، ملک مقرب را چنین نگفته، پادشاه جهانگیر را چنین نگفته، اسکندر زمان را چنین نگفته، لکن بابای آدم گفته ان خمرت طینة آدم بیده، من خمیر کردم، لای کردم. خمیر کلمه عربی، کلمه فارسی نیست. تنور کلمه عربی، کلمه قرآنی، کلمه فارسی نیست. من طینة آدم، لای و خمیر بابای آدم به دست خود شوریدم. همه مخلوقات اید قدرت خدا از دست صانع یکه و یگانه پیدایشش، لکن این برای تشریف بزرگ داشت که از همه مخلوقات و موجودات، حتی ملائکه مقربین جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیه السلام این تشریفات بالاشون آمده. انا فرزند بابای آدم، انا تشریفات حضرت خداوند بالای نسل آدمی زاد. بهترین مخلوق، خوبترین مخلوق، زیباترین مخلوق، حتی با بعض روایت تمام مخلوقات و موجودات را خداوند به ید قدرتش در خدمت فرزند ابوالبشر حضرت بابای آدم علیه السلام عنایت کرده. انا با وجود این قدر تشریفات، با وجود این قدر تکریمات، استعیذ بالله، ولقد کرمنا بنی آدم، بابای آدم که این پیغمبر اولین پدری تمام پیغمبران، در حرمت فرزندای بابای آدم حضرت خداوند چنین آیت فرستاد ولقد کرمنا بنی آدم. هر آینه به تحقیق، هر آینه به تحقیق، لام تأکید، قد تأکید در کلام عرب حکم معنای قسم داره. گویا خداوند 2 بار قسم یادآور شده است که ما به تحقیق فرزندای بابای آدم مکرم گردانیدیم. ولقد کرمنا بنی آدم، فرزندای آدم، پسرای دخترای مردای زنای مسلمانای دیندار بدینای فرقی نداره، یهودای نصرانیتای مشرکینای منکرینای دهریینای، همه فرزندان بابای آدم ما تکریم کردیم. مفسرین اعظام این آیت مخصوص با مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات نگردانده است. گفتن از تکریمات خداوند همه نسل آدمیزاد در شانه ارخن در پشت کمر پدرش، ای اونجا دایم در پشت پدرش گشت است، ای بابا و بابا و بابا کلانش آمده گشت است. ای اونجا خداوند کرده باشه که به نکاح صحیح مسلمانی یا غیر نکاح به شکم مادر گذشته، در رحم مادر، جسدی مادر 1، شکم مادر 2، بچه‌دان 3، پرده که بالای کودک کشیده می شود برای تربیه و کمالات او، 4 تاریکی و 4 پرده و 4 خلقت، 4 طبق طبق، طبقا ام طبق، طبق طبق، زینه به زینه ما شما را آفریدیم به ید قدرت و علم حکمتمان. در شکم مادر، در پشت پدر پیاده نبود، در شکم مادر پیاده نبود، چون به دنیا آمد به بغل مادر، در پشت کتفای پدر، تا آن که راه رفتن و راه آموختن، راه رفتن آموخت. بعد او با خداوند عرابه و
کلیسکا و ولسپید و مپید و متاسیکل و متار و رولکا و با اینی جیپ و مرسدس و پرادو و با اینی کشتی های آسمونگرد و همش در تای پای فرزند آدم. گفته است یک شکر تو امریکایی، تو خیتایی، تو لایقت نداری در این کشتی من سوار شه. خدا گفت نگفت. معاذالله. این تربیه رو بی، مهربانی رو بی، ارحم الراحمین رو بی. ما یا بچه خودمونه، برادر خودمونه، فرزند خودمونه، اهل ده دیار ملت دین خودمونه اندک گناه در سر مو گناه در بخشیدن میتونیم، عفو میتونیم. این خداوند بخشی شوی، این خداوند رحمت شوی. نگفت مسلمان نیستی در این کشتی هواپیمای من سوار نشه، در این کشتی در آب میگشتگی و در خاک سر میکردگی من سوار نشه. این مرحمت، این کرم خداوند، لطف و مهربانی خداوند بالای نسل آدمی زاد، بالای همه فرزندان بابای آدمی زاد. این شکرگزاری کردن در کار. پدرها و باباهای ما بعضی ها از اینجا تا وطنهای کیستانی 3 شبانه 3 روز 50 80 100 کیلو برده پشت پیاده، پای پیاده، تک به تکی درخت، تک به لب به لبی آب و چشمه. حاضی مردک همیشه میشینه در کار شما انشالله 6 ساعت عدد امریکا میفراید 8000 کیلومتر یا 10000 کیلومتر کانتیننت، ایا قطعه و قطعه دیگر، ایا منطقه و یا منطقه دیگر که 1000 سال شاید شخصی رفتگی نبود. علم خداوند، مرحمت خداوند، لطف خداوند بالای فرزندان بابای آدم. از کسی نپرسید، کسی را نگفت بیا امام بیار با کشتی من سوار شد، بس عملیات من سوار شد، به این مصنوعات و مخلوق من سوار شد. در دنیا چیزی نیست که کسی پیدا کرده باشه جز خالق یکه و یگانه. خداوند در خالقیت یکه و یگانه است، غیر خدا یگان کس عالی یا سری سوزن یا سری مو پیدا کرده است، نکرده است. هر چیزی هست از همین زمین و آسمان پیدا کردین، مصنوعات کردین، چیزی مالی تیار. دست پاچه که تیار جمع کرد دختست شد، شیدست ماشین، شیدست تنکه، شیدست پوشکست، شیدست سمالیات، شیدست رکیته، چیزی تیاره، مادیاتش تیار. همه چیز که خدا به قرآن گفته خبر داده به دین ها و شریعت ها. از حضرت بابای آدم تا حضرت نوح نبی الله، نوح رسول الله مصیبتی کم کرد. پسرش کشتن، یک غم و غصه حضرت نوح پسرشون ایمان نآوردن. 950 سال نبوت رسالت حضرت نوح علیه السلام قبول نکردند. حضرت نوح نبی الله با قصه قرآن پیش خدا گریه کرد، پیش خدا زاره کرد. خدایا تو وعده کرده، وعده تو حق است. تو گفتی من تو و اهل تو نجات میدم، پسرم کنعان هلاک میشه. گفت این اهل تو نیست. ای نوحی اهل تو نیست، چون لا اله الا الله نگفت، چون لا اله الا الله و نوح نبی الله نگفت. پسر نوح روز چند با بدان بنشست و نبوتش گم گشت. با بدان بنشست، با بدسگالان و بداخلاقان رفتار کرد. دعوت خدا و رسول خدا، دعوت پدر قبلگاهشان قبول نکردند. حضرت نوح استغفار و توبه کردند و سوی خدا بازگشت کردند که خدایا پروردگارا خطا کردم. حتی در قصه ها آمده است که فرمان آمد که نوح اگر دوم بار طلب کنی ای دفتر پیغمبران خط زده شدن ممکنه که اهل تو نیست، این خانواده تو نیست، این فرزند تو نیست، این پسر تو نیست. این مصیبت نیست. کسی با خدا گپ زده، کسی 950 سال دین خدا و شریعت خدا دعوت کرده. آن حضرت خداوند بنده باید در کل حال، در کل احوال، در کجای گرسنه، لچه، تشنه، غم، غصه، زندان، غربت، مسافرت، این دسترخوان بی، این انبوه عالم بی، این وسیعی، این میدان، این صحبت و حلقه مستفیده را ببین. ایمان آدم کلان می شود، دل آدم وسیع می شود، چشم آدم روشن می شود، روح آدم خوشنود می شود. از آنه که بشارت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر مومن دیدی خدا و دین خدا، دیدی رسول خدا. بینگر که از کجا تا و کجا می فرستمد، آینه خدا نما می فرستمد
بینگر که از کجا تا به کجا میفرستمد. آینه خداوندنما با یک روایت کتاب مقدس قرآن، آینه خدانما با یک روایت شریعت حضرت محمد علیه السلام، آینه خدانما با یک روایت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین. کسی بخواه خدا رو بینه قرآن رو بینه، کسی بخواه خدا رو بینه حضرت محمد علیه السلام دست بگیره، دینش بگیره. لا اله الا الله محمد رسول الله. از این کلمه همه کتاب خدا را بگیره. اگر خدا میخواهد که خدا ببیند، بینگر که از کجا تا به کجا را فرستاده من، از مشرق تا مغرب، از غرب تا به شرق، از جنوب تا به شمال، از زمین تا به آسمان، از آسمان تا عرش کرسی. دینی ورای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به شهادت قرآن که این دین، این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشه هاش در هفتم زمین رفته رسیده، محکم و استوار شده و شاخهاش در عرش اعلی رفته رسیده. لا اله الا الله محمد رسول الله. کسی از این شاخی از شاخهای این کلمه، این دین، این شریعت دست داد و دست گرفت و محکم کرد و استوار کرد، او اهل بهشت گشت، او اهل رضا و رحمت گشت. برای همه حضرت خداوند فرمان کرد که بالعروة الوثقی، به دستپن، به دستگیر، به دستگیری محکم و استوار چنگ بزنی به کتاب مقدس خدا، به دین شریعت محمد مصطفی، به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که اصل همه آیت قرآن از این منشأ بالای انسان، همه رحمت ها و همه فیوضات ها و همه برکات ها، همین دسترخوان از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. در کدام ملت و مردم، در کدام دین و آیین غیر دین اسلامی خیل دسترخوان در یگان دین و ممالک و در یگان ملت و مردم و سرزمین نیست. ان لا اله الا الله محمد رسول الله از پیر و جوان، از همه کسب و کار، تاجرا، مردکارا، عرابکشا، رئیسا، دیگر هنرمندا، همه همین از زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پیدا شده و سرجمعی همه ملت و مردم و همه فرزندان بابای آدم، جوان و پیر، از کلمه و برکات و فیوزات و نوری لا اله الا الله محمد رسول الله. حتی بعضی مفسران در آیه کریمه استعیذ بالله و اشرقت الارض بنور ربها، زمین روشن شد، 18,000 عالم منور و روشن شد، درخشان شد به نور خدا. بعضی مفسران همین نور خدا را، دین و شریعت و کتاب مقدس قرآن و نبی آخر زمان، بعضی ها گفتن بلا اله الا الله محمد رسول الله. برای همین این سرجمعی که در دین و آیین در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که هست، یگان ملت و مردم در این سرجمعی نیست. این رحمت، این شفقت، این رضا، این رحمت، این محبت، این مودت، این دوستی، این احترام، این اکرام، همه از گوشه دین و شریعت خداوندی جل جلاله به ما و شما دسترس شده. این رو باید پاس داشت. این از پدر نه آمده، از مادر نه آمده، اگرچند الحمدلله پدر و مادران ما و شما، بابا و بیان ما و شما و همه این سرزمین ما را 100% تقریبا همه اهل ایمان و اهل اسلام، همه اهل مسلمان، اهل دین و شریعت می باشند و در طول 1444 سال از زمان پیغمبر تا این زمان الحمدلله در این سرزمین ما آل نیست شخصیتی که عقد نکاح نداشته باشه، یا پدرش جنازه نخوانده باشه، یا مادرش صلات جنازه نخوانده باشه، یا پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا که اهل خانوادهش شستشو نکرده و کفن نکرده و جنازه نکرده و به خاک نسپاریده باشه. نیست الحمدلله، آل شهرت نیافته است و نیابد تا قیامت. نیست در این سرزمین. همه 100% الحمدلله اهل ایمان و اهل اسلام و اهل دین و شریعت محمد علیه السلام می باشند. از این فیوزات، از این تکریمات خداوند، از این ناز نعمت خداوند باید که ما و شما برخوردار باشیم. تنقیصی و کوتاهی و تقصیرات خودمان در دیگران بینیم، کوتاهی و کمبودی و هر چیزی که از ما هست همون را در دیگران نبینیم و از دیگران رنجور باشیم، ناراحت باشیم، خفه باشیم، ناراحت باشیم، قهری باشیم، دیگر باشیم. خدا پناه بده. مومن دید به یک روایت گویا حضرت رسول الله دید، گویا کتاب خدا قرآن را دید، گویا خدا را دید، گویا شریعت را دید.
یعنی دین به یادش زد، شریعت به یادش زد، خدا به یادش زد، بهشت به یادش زد، دوزخ به یادش زد. این ایوان کلان، این مسائل، این مسجد ببینی، این حیولینا، این جوان و پیر جمع شده رو ببینی، این دسترخوان ناز نعمت ببینی برادران، همت ببینی. کسی را چیزی نگفته، کسی را همه الحمدلله در دین و آیین محمدی از کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله همه در زیر آیت استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه. این است که مؤمنان برادر یکدیگرند. رنگ و پوست و بو و لغات و کلمات و زبانشان دیگه اعتبار نزد خدا جل جلاله نداره. او اعتبار در ملت و مردم داریشان، در سرزمین و تاریخ داریشان، در پدر و بابا و اجداد داریشان، در سرزمین داری و دولت داری و حکومت داریشان نباشد. در نزد خدا در رتبه مومنی و مومنات، مسلمین و مسلمات همه با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله به برابری. برای همین خداوند شکرگزار هستیم، از حضرت خداوند بسیار سپاسگزار هستیم. از حضرت خداوند به حرمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله، از حرمت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، که در جمعیت ما و شما موی سفیدان و کلان سالانی که از 70 و 80 عمر مبارکشان بالا و به این کلمه به این رضا و رحمت خدا تا این زمان آمده و اطرافیان ما و شما و فرزندان و همنشینان و همصحبتان را تعلیم و تربیه دین و شریعت کردند، راهنمایی راه خدا و راه رسول خدا و صراط المستقیم راه قرآن کردند. خدایا پروردگارا به حمد ثنای رحمانی و به جمیع کلمات پاک قرآنی و به جمیع 114 سوره قرآن و به حرمت 113 بسم الله الرحمن الرحیم و سیر اسرار آن و علم حکمت آن دعامون قبول کن. خدایا خیر احسان برادرها را به درگاه اجابت قبول کن. ثواب و ثمره امر معروف و خیرات و احسان و بسم الله و الحمدلله و طاعات عبادات 18000 عالم به درگاه اجابت قبول فرما و به روح پاک حضرت رحمت للعالمین حضرت محمد علیه السلام، اهل بیتشان طیبین طاهرین و روح پاک صحابگانشان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به تبعیت آیت قرآن خدایا از آنان خشنود و رضا و از جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم به روح پاک پدران و مادران و پیران و استادان اهل خیرات و صدقان این جمعیت مسلمان از پیر و جوان آمده برسان. خدایا برکات اهل بیت پیغمبر، برکات خدایا اهل بیت پیغمبر و صحابگان و دینداری و مسلمانی آنها را در این جمعیت و در جمله کلبه مؤمنین و زن فرزندان عطا بفرست. از گوشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا پروردگار سرزمین و ملت مانه، مردم مانه خدایا در پناه عصمتت از بلاها و وباها و شکنجه ها و محنت ها و غربت ها و جنگ و جوش و بلاها و فتنه های آخر زمان جمیع ملت و مردم و سرزمین های دنیا علل خصوص سرزمین های مسلمان نجات و مسلمان ملت و مسلمان دین و علل خصوص همین سرزمین و همین ملت و سرزمین خدایا نگهبان باشه. پروردگارا از این جمعیت و جمیع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله سر تا سر عالم که در غربت، در مسافرت، در مهاجرت، در کسب و کار و طلب علم دین دنیا هستند، در امان عصمتت خدایا همراهشان باش و دستگیرشان باش. از گوشه الا نصر من الله قریب. پروردگارا دین شریعت ما جاری بگردان، وطن و مسجد و مدارس ما نگهبان باش. ملت و مردم این سرزمین و جمیع بلاد عالم در پناه عصمتت خدایا نگهبان. فرزندان ابوالبشر آدم علیه السلام و تمام ملت و مردم دنیا را از این وبای آخر زمان خدایا نجات بده. این مرگ عام است که به سر فرزندان ابوالبشر آمده، برای زندگان عبرت، برای مردگان خدایا پروردگارا خاتمه و ختم که حیات معیشت دنیاشان خاتمه داده. خدایا از این جمعیت و اهل خیر احسان این جمعیت و جمله امت محمدی هر که را مراد است، غم است، قصه است، درد است، علت است، شکنجه است، محنت است، حاجت است از حوایج دین و دنیا با واسطه آیات قرآن، با واسطه طاعات عبادات 18000 عالم، با واسطه خیرت خلقک و نور عرشک حضرت محمد علیه السلام و اهل بیتشان طیبین طاهرین، با واسطه صحابگانشان، با واسطه برادرانشان از انبیا و مرسلین خوبی و خیریت خاتمه را از طلبگار هستیم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع أمة محمد علیه الصلاة والسلام برحمتك یا ارحم. رسول الله را به خوشنودی و خرسندی، به شادی و خرسندی و بخت سعادت، به نکاح صحیح مسلمانی و جفت لایق و مناسب و جفت صالح و صالحه روزی و نصیب بگردانی. خدایا به حرمت دعای خالصانه و غایبانه تمام امت محمد سرتاسر عالم را علل خصوص اهل این سرزمین و ملت و متن و مردمان و اهل این جمعیت و خاصتا اهل صدقات احسان اهل بیتشان در پناه عصمتت خدایا نگهبان باشی. برکات زیست زندگانی، برکات روزگار، برکات 114 سوره قرآن، برکات 113 بسم الله الرحمن الرحیم، برکات نکاح پیغمبران در نکاح امت محمد و فرزندانشان و در نکاح عید جوان خدایا عطا بفرستی. با دعای رحمت للعالمین اللهم اجمع بینهما بالخیر و فی الخیر و بارک لهما. خدایا به خیر بین این دو جوان و جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم به حدیث مبارکه خداوندی و آیه قرآنی آیه نکاح خدایا هر کی را جمع گردانیدی در زیر آیه نکاح و به دو شاهد به حرمت حدیث رسول الله لا نکاح الا بحضرت الشهود، نیست نکاح مگر به حاضر بودن شاهدان. خدایا نکاح صحیحی پر از برکاتی دعای عالم ارواح انبیا و مرسلین شهدا و صالحین و آیت قرآن عنایت کنی خدایا. فرزندان صالح و صالحه و برکمال سبب نصیحت و پیشوایی و سبب تربیه و نجات ملت و مردم از گمراهی و فساد، از فسق و فساد، از فجور و معصیت و نافرمانی، از گمراهی و زنا و قمار و شراب و ربا و مسکننده و غیر آن جمله امت محمد و زن و فرزندان علی خصوص این جمعیت خدایا نگهبان باشی. خدایا خالصا مخلصا جمله گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله را زیارت حرمین شریفین مکه مکرمه و مدینه منوره نصیب گردانی. در دو حرمین شریفین که پاکترین و مقدسترین و عزیزترین نزد خدا در 18,000 عالم مکه مکرمه و مدینه منوره و حرمین شریفینش است. خدای پروردگار را برای امت کشاده گردانی و زیارت جمله زائرین و حج جمله حاجین و عمره جمله عامرین و طواف جمله طائفین خدایا قبول گردان و جمله بلاد عالم خدایا پادشاهان جهانگیر خدایا هدایت کن. خدایا تمام پادشاهان را رحم شفقت بر رعیت و بر خلقهاشان عنایت کن. تمام کره زمین خدایا در زیر سایه رحم شفقت برادری دوستی محبت هدایت قرآن رحمت للعالمین خدایا قرار فرما. به حرمت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا چشم جمله پدر و مادر را نکاح فرزندان پسران و دختران را دیدن قطعی روشن بگردان و بر روز شادی و خرسندی فرزندانشان مثل معلم دادرمان برسان خدایا. اللهم ارحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع امه محمد علیه الصلاه والسلام برحمتك یا رحمن.